واقعا هم وقتای اخیر گروهی از نفرانی که واهمه را بسیار دوست می‌دارند و هنگامه‌جوی هستند امروز با استفاده از شبکه‌های اجتماعی گویا واهمه آوازهای پخش نموده ایستادند که ویروسی در جهان پخش شده ایستاده کرونا ویروس گویا به تاجیکستان نیز رسیده باشد و به ذخیره هنگفتی مال و محصولات نیاز اول دست دادند که البته این باعث نگرانی جامعه شده است. از جانب دیگر میتوان گفت که امروز در تاجیکستان طوری که شما اطلاع دارید دیروز در بیانیه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان نیز ذکر گردید که خوشبختانه تا حال یگان حادثه یا که فکتی به قیدگیری کرونا ویروس به قید گرفته نشده است. ولی چاره‌های پیشگیری این بیماری که این چیزی خوب است در قلمرو تاجیکستان براه مانده شده است که یکی از آنها این پیش از همه محدود نمودن بعضی چاره‌بینی‌های عمومی موقتاً بستن بعضی مسجدهای جامعه به استثنای خواندن نمازهای جنازه و محدود نمودن اشتراک خوانندگان در المپیادهای بین الخلقی به نقشه گرفته شده است. ولی امروز باز سر و صداهای وابسته به آنه که گویا نوروز بین الملل در شهر خوجند برگزار نمی شود، این یگان اساسی واقعی ندارد. واقعا هم گذراندن تمرین های دانشجویان وابسته به آمادگی به این چهاربینی بین المللی در شهر خوجند با سبب های وضع آب و هوا و تکنیکی یک دو روز متوقف شد، آن آینده ادامه داده می شود و انتظار می رود که روزهای 22 23 در شهر خوجند در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان نوروز بین الملل در سطح خیلی بلند جشن گرفته می شود. امروز طوری که اطلاعات داخلدار از جانب مقامات مربوطه به ما می رسد، چه از جانب تاجیک مطلوبات و اداره های بازارهای شهر، امروز ذخیره کافی حتی 2 ساله زیاده از 2 ساله مواد غله‌دانه عموما مواد محصولات نیاز اول در شهر خوجند کافی است و امروز تا این ساعت صاحبکاران وطنی از قزاقستان غله‌دانه را بدون ممنوعیت وارد نموده ایستادند و کارخانه‌های استحصال آرد در شهر نواحی مملکت از جمله در شهرهای گلستان، بوستان، خوجند بی فاصله فعالیت دارند و در آن کارخانه‌ها نیز ذخیره زیاده از 2 ساله آرد موجود است. دسترس نمودن تمام مواد آذوقه‌واری این از وظیفه‌های اساسی رهبریت شهر و ولایت می باشد و امروز نیز در بی‌واسطه با اشتراک رهبریت شهر و ولایت در تمام بازارهای شهر خوجند چنین ملاقات‌ها صورت گرفت. تسکین داده شد که شهروندان به هیچ گونه آوازه هنگامه داده نشوند. ما تنها به بهداشت گیگینی خود اهمیت دهیم، نه ذخیره آن مواد آذوقه.